برای بردن 100% در رولت تنها راه آن است به جای آن که روی تیبل بید کنیم آن را روی کاغذ بید میکنیم. مثل این کاغذ مثلا شماره 1 میگذاریم 5، شماره 10 میگذاریم 20، شماره 3 و 4 میگذاریم 15. بعد این کاغذ را به دست دیلر میدهیم و دیلر توپ را که چرخاند نتیجه مشخص می شود مثل بازی بینگو. و این تنها راه حل است، چون اگر روی تیبل انتخاب کنیم ماشین آن را تشخیص می دهد و بند می کند. و برای عملی شدن این کار لطفاً چند نفر در سیدنی کاسینو بروید و این کار را انجام بدهید و اگر کسی این کار را کرد لطفاً به ایمیل من را هم خبر بدهید. تشکر.